هنوز هر دو جلوی تلویزیون نشسته بودند و اخبار BBC را نگاه می‌کردند که شب بخیری گفتم و به طبقه بالا اتاق خودم رفتم. چشمم که به لپتاپ افتاد دوباره یاد او افتادم. به نت وصل شدم و دیدم پیام داده تا باشه از این اشتباهات قشنگ. پوزخندی روی لبم آمد. هنوز هم پدرسوخته و مارموز بود. از هر فرصتی برای جذب جنس مخالف استفاده می‌کرد. جوابش را ندادم. دوربینم را به لپتاپ وصل کردم و عکس‌هایی که از نمای زیبای خانه آقا داریوش انداخته بودم و بی‌نیاز از فتوشاپ و ادیت بود را در صفحه شخصیم گذاشتم. نوشتم: خانه قدیمی در ولنجک که تا به امروز از زخم کلنگ بساز بفروش‌ها در امان مانده. بلافاصله بازدید کرد و در دایرکت پیام داد: عکسی که تا الان فرستادی رو دیدم. دوره دیدی؟ حرفه‌ای عکس میندازی. می‌دانستم او هم مثل من به عکاسی علاقه‌مند است. با اطمینان از اینکه هویتم فاش نخواهد شد جواب دادم: نه، دلی عکس میندازم. خودم حسابداری میخونم. اما یه دوربین خوب و حرفه‌ای دارم که همیشه همراهمه. بچه مایه داری؟ خندیدم. هنوز هم دنبال دخترهای مایه‌دار میگشت. دنبال پلکان ترقی. لبخند عمیقم به پوزخند تبدیل شد. آقا داریوش را عمویم فرض کردم و نوشتم: نه بابا، هدیه گرفتم. یه عموی لارج دارم که اون برام خریده. فهمید عکاسی دوست دارم برام دوربین خرید. قربونش برم دستشم به کم نمیره. پلنگ پسنده. همیشه بهترین رو میخره تو هر زمینه‌ای. خدا بده از این عموها. قبل از اومدم عکسایی که انداخته بودی رو با دقت دیدم. کارت درسته. هم به فتوشاپ واردی، هم تو پیدا کردن سوژه مهارت داری. یه پیشنهاد کاری برات دارم. متحیر شدم که یک بظاهر غریبه چه کاری میتواند با من داشته باشد. نوشتم: بفرمایید. نوشت: اگه اشتباه نکرده باشم خونتون تو طبقات بالا هست و نزدیک وزارت کشور. کپ کردم. شرایط خانه خانومی را از کجا میدانست؟ یادم آمد بارها از فراز بالکن آپارتمانمان، از ترافیک، کودک گلفروش، غروب آفتاب، بچه گربه‌ای که ایجاد راهبندان کرده بود، عکس انداخته بودم. اگر کسی تهران شناس باشد، از روی عکس‌هایی که با پوزیشن تکراری گرفته شده بود، می توانست شرایط خانه‌مان را حدس بزند. او هم به شدت تهران شناس بود. از روی درخت و گنجشی که روی آن نشسته بود می گفت فلان خیابان است. منتظر بقیه صحبتش شدم. نوشت: تو موقعیتت خوبه، عکاسیت هم خوبه، به فتوشاپ هم واردی، توانایی پیدا کردن سوژه رو هم داری. الان که خیابون فاطمی هر لحظهش سوژه است. از صحنه‌های خاصی که از اون بالا می‌بینی عکس بنداز. صحنه‌های سورئال، مثلا وسط درگیری‌ها یه دختر پسر رفتار عاشقانه ازشون سر میزنه، یا یکی جورپناه یکی دیگه میشه موقع تیراندازی، یا حتی از یه گل که کنارش خون ریخته شده. هر چی. پیدا کردن سوژه با خودت. اصلا تو مرتب عکس بگیر و خام بفرست. خودم بهت میگم کدوم را میخوام که با فتوشاپ و ادیت برام درستش کنی. پول خوبی هم داره. یک کلام نوشتم: هدف. نوشت: دوستم میخواد نمایشگاه بزنه. دنبال سوژه های سورئال میگرده. سوژه هایی که ذاتشون عادیه اما در زمان و مکان عادی رخ ندادن. مثلا همون عکس بچه گربه‌ای که وسط خیابون ایستاده بود و ترافیک ایجاد کرده بود. تو زمان شورش و انقلاب این تیپ صحنه‌ها از تقابل دو گروه بیشتر رخ میده. پول خوبی هم میده. هستی؟ پوزخندی زدم. حتی اگر نمیشناختمش هم آنقدر ساده نبودم که خام حرفایش شوم و هدف واقعیش را نفهمم. مثلا خبر نداشتم که ایران نیست. نوشتم: اون وقت عکسایی که پایه و اساسش درگیری‌ها و اعتراضات خیابونی هست میتونه مجوز نمایشگاه عکس بگیره؟ نوشت: من ایران نیستم، نیوکاسل زندگی میکنم. دوستم هم همینطور. علیرغم معروف بودن نیوکاسل نمیدانستم در کدام کشور است. خجالت کشیدم چیزی بپرسم. اهمیتی هم نداشت. نوشتم: اگه عکس سورئال بخوای هستم. از طبیعت و جامعه سوژه زیاد دارم تو ذهنم. اما اگه بخوای به هوای عکس، از درگیری ها برات فیلم برداری و عکس برداری کنم، نه نیستم. این همه مشتاق عکاسی از درگیری ها، برو سراغ اونا. نوشت: عکسای اونا دوزار ارزش نداره، نه کیفیت داره نه هدف، فقط تق تق دکمه فشار دادنه. تو موقعیتت خوبه، کار بلد هم هستی، راحت میتونی از موقعیتت استفاده کنی. چند نفر مثل تو مشرف خیابون فاطمی هستن؟ به شدت ترسیده بودن و ضربان قلبم بالا رفته بود. تایپ کردم: نیستن. بلافاصله نوشت: حیف شد. حالا اکانتم رو داشته باش. اگه تصمیمت عوض شد بهم خبر بده. بدون خداحافظی از فیسبوک خارج شدم. بوهای خوبی از پیشنهادش به مشامم نمیرسید. جلوی در بالکن رفتم و نفس عمیقی کشیدم. ضربان قلبم که عادی شد، رخت خوابی که پریوش برایم گذاشته بود را باز کردم و آماده خوابیدن شدم.
از حرم آفتابی که روی صورتم افتاده بود از خواب بیدار شدم. ساعت از 9 گذشته بود. تنبلیم می آمد از جایم بلند شوم. شک نداشتم تا آن موقع آقا داریوش از خانه رفته بود و احتمال زیاد پریوش زودتر از 10 بیدار نمیشد. بر کرختی و سستیم غلبه کردم. بالاخره دل از تشک با بالش کندم. با قدم‌های بیحال جلوی آینه رفتم و نگاهی به موهای پریشانم که مثل هاله نور دور سرم را گرفته بود انداختم. بدون آنکه برس روی موهایم بکشم با کش مو آن را دمستی بستم. البته بیشتر شبیه دم خرگوش شده بود، یک خرگوش بسیار بزرگ. خواستم از جلوی آینه رد شوم که سایه اندامم زیر لباس خواب بلند و پوشیده‌ام به چشمم آمد. من اهل لباس خواب و اینجور قرتی بازی‌ها نبودم. لباس خواب پوشیدنم از آموزه‌های خانومی بود. یک خانم متشخص با همون لباسی که روزش رو گذرانده نمیره بخوابه. تمام لباس خواب‌هایم که داشتم اسلامی بود و پوشیده. یقه بسته، آستین بلند با قدی تا مچ پا. تنها مورد لباسم نازک بودنش بود. در نور کامل اندامم از زیر آن مشخص بود. بی آنکه دست جلوی دهانم بگیرم بلند و صدادار خمیازه کشیدم و قفل در را باز کردم. شب قبل آرام و یواشکی از پریوش خواسته بودم اگر اتاقی که به من داده اند کلید دارد آن را به هم بدهد. پریوش بی تفاوت سراغ کشوی کلیدها رفته بود. وقتی آن را به من داد و آقا داریوش دید به طرز واضحی جا خورد و خط عمودی بین ابروهایش عمیق‌تر از قبل شد. مشخص بود خواسته من برایش توهین‌آمیز محسوب شده است. صدای نفس‌های پرصدا و هرس‌آلودش به طرز واضحی شنیده شد. نوایی که تبسمی خبیثانه روی چهره زیبای پریوش نشاند. چند قدمی که از اتاق بیرون آمدم یاد نازکی لباسم افتادم. اگر اشتباه حدس زده بودم و آقا داریوش هنوز در خانه بود بدجور زایه می‌شدم. بی آنکه برگردم دنده عقب‌وار قدم‌هایم را رو به عقب برداشتم تا به اتاق باز کردم. حواسم به گل‌های قالی زیر پایم بود که صدای حیران آقا داریوش رو شنیدم. چرا اینجوری راه میری؟ حالت خوبه؟ قد آقا داریوش که از پله‌ها داشت بالا می‌آمد کامل شد. موهایش به هم ریخته و نامرتب بود و زیرپوشی حلقه آستین با شلوارکی راحت به تن داشت. گفتم سلام، صبح بخیر. شما هنوز نرفتین؟ سلام، تازه قهوه دم کردم. خوشم می‌آمد هیچ کدام جواب مرتبط با سوال نمی‌دادیم. نگران نازکی لباس هم نبودم. پرده‌های سالن بالا کشیده شده بود و فضای آنجا روشن نبود. پوشش راحت و غیر رسمی آقا داریوش در کنار فعل قهوه دم کردنش که اصلا به شخصیتش نمیخورد باعث شد شوخی کنم مدیر عاملی میرید سر کار. بدون لبخند با جدیتی که همیشه داشت گفت میرم حاضر شم، بیا پایین با هم صبحانه بخوریم. لحنش امری نبود، خبری بود. تا آقا داریوش وارد اتاق اول شد من هم به داخل برگشتم و لباسم را عوض کردم. موهایم را هم برسی کشیدم و ظاهرم را از آن حالت شلخته تغییر دادم. همانطور که موهایم را می‌بافتم از اتاق بیرون آمدم و به سرویس بهداشتی طبقه اول رفتم. مسواک زدن و شستن دست و صورت خواب و کسالت را کامل از صورتم زدود. تبسم و نرمی شب قبل از چهره آقا داریوش رفته بود. دوباره در قالب جدی و خشکش فرو رفته بود. بیشتر به خود واقعیش شباهت پیدا کرده بود. بی تفاوت نسبت به تغییر رفتارش لبخندی در آینه روشی به خودم هدیه دادم و از آنجا دل کندم. آقا داریوش داشت 2 فنجان قهوه میریخت. موهایش را شانه زده بود، ادکلن هم زده بود، اما لباس بیرون نپوشیده بود. تنها تیشرت شب قبلش را جایگزین زیرپوش کرده بود. چشمش که به من افتاد با حفظ خط اخم بین 2 ابرویش گفت ظرف کریله و پنیر رو میذاری سر میز؟ عسل مربا هم داریم اگه بخوای. به هویج آلبالو. به حرفش گوش کردم و ظرف کره و پنیر را روی میز گذاشتم. نان را هم از مایکروویو درآورد و روبروی من گذاشت. گفتم پریوش جان کی بیدار میشه؟ دیر، صبحانه نمیخوره، یه راست میره واسه نهار. به قهوه‌ای که جلویم گذاشته بود اشاره کرد و گفت سرد میشه. اومدنت به اینجا شد یه توفیق اجباری واسه من که یکی باشه تو خونه باهاش حرف بزنم. چیزی نگفتم و به لبخندی کوتاه بسنده کردم. خودش هم میدانست که پریوش ذره‌ای دوستش ندارد. یک لحظه بدجور دلم برایش سوخت. برای مرد غول‌پیکری که روبرویم نشسته بود. مردی که از سر خودخواهی و بعد هم لجبازی زندگی هر 2 نفرشان را به فنا داده بود.